که تماشاگران دوستای گرامی بهزاد هستم از شهر هوگایو. هر شتی که رفتم من برایتون بعضی چیزهای خواهم گفت، چون اینجا ما گذر کردیم چایخونه بخوروگی را دیدیم، تاجیکای بخورو. این همینه که شدن یک سال پیش بوفت بوده است، یک سال میشه که علاقه فعالیتی خود رو ادامه داده است. اونهایی که مثلا دوستدار خوراک‌های ملی تاجیکی هستند از جمله پلاو و مستوا و شوربا و سامبوسا و مانتو و ششلیک و این چیزها حتما به همینجا گذر میکنن. اساسا کیا هستند مشتری آنها ترکیستا هستند 90%. اما ما همصحبت شدیم با نفرایی که صاحبی همین دکان هستند و گفتن که امریکایی‌ها هم کم کم عادت کرده شدن، چون گفتیم چیا بیشتر میخورن، گفتن که آش پلو میخورن بسیار عجیب، بعد گفتن که ششلیک، کم کم مانتو، این همین حاضرش بود لگمن گفتن. بعد 4-5 خوراکی که خوراکای ملی تاجیکی است همین علاقه عادت کردن. بعد اینها گفتن که ما رکلام کردیم، شاید آینده رفته آدم‌ها زیاد فهمند، بعد خبردار یابند بیاد این چایخانه بسیار چایخانه محتشمی همین مکان شود و همه باید داند. من البته آدرسش در پایان میمونم، هر ترکیستی که یا هر نفر که میرفته به همین رای 80 میبیاید، اگر دلش برگر نیو مکدونالد نیو آش پلاو تاجیکی کشد مرحمت به چایخانه هوگایو. اینه آشخانه یا برم خیلی گیریم ها، اینه هم خیلی دیزاینش، اینه مرد خوب، اینه خیلی آرای تارو دیگه شو خوب است. خوراچه آش نمیخه بوده است، گوشت ریزه لیمونو کلون بالگاریسکی، این هم خیلی سبزی аралаш